در تاریخ 19 دی ماه 1185 شمسی در روستای هزاوه عراق واقع در منطقه فراهان کودکی چشم به جهان گشود. کودکی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد روزی آن کودک شخص بزرگ و تأثیرگذاری در دوران حکومت قاجار و تاریخ ایران شود. سلام، به کانال یوتیوب ما خوش آمدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید که در صورت انتشار ویدیو جدید تشریف بیارید و اون رو تماشا کنید. و اما بریم سراغ زندگی یکی از بزرگان تاریخ معاصر ایران. پدر امیرکبیر کربلایی محمد قربان بود که نخست آشپز میرزا عیسی قائم مقام اول در دربار قاجاریه بود. پس از مرگ او همین شغل را در دستگاه پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام داشت. قائم مقام علاقه زیادی به او داشت و فرزند او را دوست می داشت. میرزا محمد تقیخان علاقه زیادی به کسب علم داشت، به طوری که وقتی برای بچه های قائم مقام که از همبازی‌هایش بودند غذا می برد و صبر می کرد تا وقتی که آنها غذایشان را صرف کنند و ظروف را ببرد پشت در منتظر می ایستاد و به حرفهای استاد گوش می داد و آنها را حفظ می کرد. روزی قائم مقام بچه ها را جمع کرد و شروع کرد از آنها از دروسی که استاد به آنها درس داده بود سوال بپرسد. قائم مقام شروع به پرسیدن سوالات خود کرد. بچه ها که جواب سوالهای او را بلد نبودند قادر به پاسخ نداشتند که محمد تقیخان جواب سوالات قائم مقام را داد. قائم مقام که خوشحال شده بود میخواست به او هدیه‌ای بدهد که محمد تقیخان از او خواست که به جای آن بگذارد آن هم کنار بچه ها در کلاس استاد درس بخواند، که قائم مقام با درخواست آن موافقت کرد و اجازه داد که او درس خواندن را شروع کند. کم کم با بزرگتر شدن محمد تقیخان درسش نیز تمام شد و جایش را در دل قائم مقام باز کرده بود، به طوری که قائم مقام تمام حساب و کتاب خود را به دست او می سپرد و او از پس آن کار به خوبی برمی آمد. با پیرتر شدن قائم مقام او از محمد تقیخان کمک‌های بیشتری می گرفت و به واسطه اعتمادی که به او داشت از او در کلیه کارهای خود کمک می گرفت. روزها می گذشت و محمد تقیخان با عرصه سیاست روز به روز بیشتر آشنا می شد. قائم مقام به واسطه دوستی که با میرزا محمد خان زنگنه داشت محمد تقیخان را وارد نظام کرد. او خیلی زود توانست مستوفی نظام را به دست آورد و در زمانی که هنوز مستوفی نظام را به عهده داشت سفری برای او فراهم شد تا به روسیه تزاری برود. و اما داستان این سفر چه بود؟ الکساندر گریبایدوف به عنوان تدوین کننده و اجرای عهدنامه ترکمانچای به ایران آمد و رفتار خیلی بدی را از خود به نمایش گذاشت که باعث مرگ خود و همراهانش به دست مردم شد. به فرمان فتحعلی شاه قاجار هیئتی مأمور می شوند که به تفلیس بروند و عذرخواهی خود را اعلام کنند. در بین افرادی که باید به تفلیس می رفتند میرزا محمد خان زنگنه هم حضور داشت که محمد تقیخان هم او را همراهی می کرد و با سیاست خارجه بیشتر آشنا شد. بعد از مرگ قائم مقام دوم و محمد زنگنه او همه کاره آذربایجان شد. او به همراه ناصرالدین خان جوان به روسیه سفر کرد تا با امپراتور روسیه ملاقات کنند. محمد شاه قاجار ناصرالدین پسر خود را به آذربایجان فرستاد تا بتواند خود را در آنجا آماده حکومت داری کند، چون محمد شاه سخت بیمار بود و میدانست که دیر یا زود از دنیا می رود. پس از مدتی محمد شاه به واسطه بیماری که داشت درگذشت و ناصرالدین پسر خود که ولیعهد او بود داخل تبریز بود که خبر مرگ پدرش به او رسید. او خود را شاه اعلام کرد. محمد تقیخان برای رساندن شاه جوان به تهران از یکی از تجار آذربایجان پول قرض کرد و کاروانی به راه انداخت تا شاه جوان را با اقتدار به تهران ببرند. سفر آنها 6 هفته طول کشید. ناصرالدین شاه همان روزی که خود را شاه خواند در تهران تاجگذاری کرد. میرزا محمد تقیخان را نخست وزیر خود نمود. ناصرالدین شاه
بیشتر از هر کس دیگری به او اعتماد داشت، چون اگر او نبود ناصرالدین خان نمیتوانست به راحتی ناصرالدین شاه تبدیل شود. میرزا محمد تقی خان به واسطه سفرهایی که به کشورهای خارجی کرده بود خیلی زود در حالی که 3 سال بود که صدارت میکرد به جایگاه بالایی رساند. او در اقدامات خود حقوق شاه و درباریان را کاهش داد و بقیه درباریان از کوچک تا بزرگ که کم کردن حقوق خود را تقصیر امیرکبیر می‌دانستند کینه او را به دل گرفتند و همیشه از او پیش شاه بد می‌گفتند. ولی شاه که به او بسیار اعتماد داشت گوش نمی‌داد و همه آنها راهی به جایی نمی‌برد. یکی از کسانی که بیشترین قدرت را در دربار داشت مادر ناصرالدین شاه بود که به خاطر اینکه محمد تقی خان فراهانی اختیارات او را کم کرده بود از او کینه به دل گرفته بود، ولی او هم با نفوذی که بر پسرش داشت کاری از دستش نمی آمد و نمی توانست رابطه پسرش را با امیر بد کند. میرزا محمد تقی خان در طول زندگی خود 2 بار ازدواج کرد که اولین ازدواج او با جان خانوم دختر عمویش بود که حاصل این ازدواج 3 فرزند بودند. بعد از مدتی میرزا محمد تقی خان از همسر اولش جدا شد و پس از مدتی به پیشنهاد ناصرالدین شاه با خواهر تنی او که تنها خواهر تنی او نیز بود ازدواج کرد. میرزا اول به این ازدواج تن نمیداد، ولی با فشاری شاه به این ازدواج تن داد و در نامه‌ای که به ناصرالدین شاه می‌نویسد این میگوید: از اول برخورد قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب عیال و خانه شوم. بعد به حکم همایونی برای پیشرفت خدمت به شما این عمل را اقدام کردم. بعد از ازدواج قدرت میرزا محمد تقی خان در دربار نیز افزوده شد، ولی این ازدواج دلیل بر این نشد که مادر ناصرالدین شاه دست از این دشمنی با دامادش بردارد. میرزا محمد تقی خان امیرکبیر اقدامات گسترده‌ای در طول دوران صدارت خود انجام داد که از مهمترین این کارها میتوان به نظم دادن به مالیات‌ها، یکسانسازی ارتش به طوری که برای سربازان از خزانه حقوق تعیین میشد و آنها را از گرفتن هر گونه رشوه و اقلام از مردم بی‌نیاز میکرد. تا قبل از زمان صدارت او ارتشیان مایحتاج خود را از مردم طلب میکردند. در بعضی مواقع اموال آنها را به زور به تصرف خود در می آوردند و در اقدام دیگری لباس ارتشیان را یکسان کرد و برای آنها لباس‌های از جنس پارچه‌های ایرانی تدارک دید و کارخانجاتی برای تولید مهمات و بارود و اسلحه در کشور ساخت، به طوری که او که در 2 استان ماهانه 1300 قبضه اسلحه تولید می‌شد و کارخانه‌هایی برای تولید توپ جنگی نیز تأسیس شد. او در اقدامی دیگر روزنامه‌ای را به نام وقایع اتفاقیه تأسیس نمود که تمام اتفاقات مهم دربار و کشور را در او می‌گفت. روزنامه‌ای که در آن عزل و نصب‌ها را در تمام کشور بیان می‌کرد. او در اقداماتی دیگر دست به تأسیس مدرسه دارالفنون و آوردن معلمان اروپایی از خارج تا در آن مدرسه ها درس دادن خود را شروع کنند که از اولین شاگردان آنها شاهزادگان و اقوام قاجاری بودند. ناصرالدین شاه علیرغم علاقه و اعتمادی که به نخست وزیر خود داشت، اما با توطئه درباریان درباره او کمی به او بدبین شده بود و فکر میکرد او سودای حکومت در سر دارد، ولی باز هم اقدامی نمیکرد تا اینکه اختلافاتی بین او و میرزا محمد تقی خان به وجود آمد و همین اتفاق باعث این شد که شاه او را از سمت نخست وزیری خلع کند و در نامه‌ای که برای او می‌فرستد این گونه بیان کند: چون صدارت عظما و وزارت کبرا زحمت زیادی دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. به طور کامل اطمینان امارت نظام باشید و یک قبضه شمشیر و یک قطعه نشان که علامت ریاست کل نظامیان است فرستادیم تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگر نوکران که قابل باشند بسپاریم. بعد از این حکم امیرکبیر نامه‌های زیادی به شاه فرستاد و از او درخواست ملاقات کرد که بعد از چند نامه با درخواست ملاقات او موافقت شد. او در محضر شاه حاضر شد و بعد از صحبت‌های زیاد
با او و یادآوری اینکه چه خدماتی به شاه و مملکت کرده است. اما شاه همچنان تحت تأثیر صحبت‌های درباریان بود. همچنان به او اعتماد نداشت و بر عمل خود همچنان پایبند بود. درباریان که همچنان از حضور او در پایتخت احساس خطر می‌کردند، شاه را متقاعد می‌کردند که او را از دربار دور کند و کار آنها نیز جواب داد. به دستور شاه حکمرانی شهرستان کاشان مصوب شد. شاه هرچی که کرد نتوانست خواهر خود را منصرف کند که به همراه همسرش به کاشان نرود، ولی تأثیری نداشت. پس از رسیدن امیرکبیر به آنجا، او در خانواده‌اش در باغ فین کاشان مستقر شدند. درباریان که از حضور او احساس خطر می کردند تمام تلاش خود را می کردند که حکم قتل او را از شاه بستانند. شاه 2 بار حکم مرگ او را نوشت، ولی در آخر به خاطر علاقه‌ای که به او داشت هر 2 بار او حکم را پاره کرد. بالاخره درباریان و مادر شاه توانستند به کمک معشوقه و سوگلی ناصرالدین شاه، پس از آن که او را در مهمانی شراب زیاد به او دادند، از او حکم مرگ میرزا را گرفتند و شبانه گروهی را به سمت کاشان فرستادند. صبح که شاه از حالت مستی خود درآمد و جریان را فهمید، سر اطرافیان داد و بد و بیراه گفت و سریعا خواستار لغو حکم خود بشود و شمشیری را برای امیرکبیر به سمت کاشان فرستاد. اما کار از کار گذشته بود. مأموران به کاشان رسیدند فردا ظهر و پس از پرسجو او را در حمام پیدا کرده و حکم شاه را به او نشان دادند و به امیر اجازه دادند تا خود شیوه مرگ خود را انتخاب کند و هم به حمامی گفت که ابتدا رگ هر 2 دست او را بزند و مأموران پس از آن که او بی حال بر روی زمین افتاده بود پارچه ای را در دهان او کردند تا او را به قتل برسانند. میگویند پس از مرگ او ناصرالدین شاه خیلی ابراز پشیمانی میکرد و دیگر حتی اگر کسی گناهکاری او نیز ثابت میشد حکم مرگ او را نمیداد. خب داستان زندگی صدر اعظم بزرگ ایران را در زمان قاجاریه دیدیم. کسی که دست به اصلاحات بزرگی زد ولی با حسادت عده‌ای عاقبت بدی برای او اتفاق افتاد.